بسم الله الرحمن الرحیم. تذکر بنده به آقای رئیس جمهور جناب آقای روحانی، میخواهم طعنه‌های طنزآمیز اما آمیخته با درد و محنت مردم مظلوم و محروم خوزستان رو که در اثر وقوع پدیده گرد و غبار که غلظت بالای 60% بیشتر از حد مجاز بوده را به سمع شما برسانم. یا موجودات زنده 3 دستند: دسته اول دارای شش، دسته دوم آبشش و برخی دیگر دارای خاکشش مثل ما مردم خوزستان. یا مردم خوزستان به جای برفبازی خاکبازی میکنن. آقای رئیس جمهور، طنزهای موجود واقعیت تلخ امروز مردم خوزستان است که در اوج ناچاری ناشی از آلودگی و ازدحام بیمارستان‌های استان نثار مسئولین و متولیان امر نمودند. واقعیتی که مرکب از بیکاری، بی‌آبی و حالا نیست پدیده گرد و غبار است. امروز می‌خواهم ندای مظلومیت، بیکاری، فقر، تبعیض و ویرانی را در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خوزستان را فریاد کنم. امروز می‌خواهم بگویم که دیدگان حسرت‌آمیز این مردم با گرد و غبار آمیخته و اشک‌های گلالود آنها بر بی‌آبی کارون و انتقال آن گریان است. این ماسک‌های خاکی واقعیت امروز و دردهای دیروز خوزستان است. خاکی که آلوده به مواد شیمیایی، میکروبی و یادگاری دفاع جانانه است که حالا با تبعیض درآمیخته و بیکاری جوانانش را فریاد می‌کند. جناب آقای رئیس جمهور، در اینکه پدیده گرد و غبار امروز فرااستانی و مرزی است شکی نیست، ولی تا به کی به استناد منطق بهانه‌ای سکوت اختیار کرده و اقدامی نمی شود؟ تا به کی شاهد بیماری‌های تنفسی، ریوی و سرطان‌های ناشی از این پدیده باشیم؟ والله مردم خوزستان زنده‌اند و حق حیات دارند. چرا کسی به سکوت بلند و پرمعنایشان